این دفعه میخوام راوی یکی از عجیب ترین پرونده هایی باشم که شاید توی 20-30 سال اخیر شنیدم و در موردش خوندم و تحقیق کردم. پرونده ای که میتونم اسمشو بذارم مردی که زنشو شوهر میداد، قاتلی که زنشو شوهر میداد. یه موقع‌های بیماری‌های روانی که ما در سطح جامعه از انسان‌ها داریم می‌بینیم اینجوری نیست که فقط خودشون آزار بده، بلکه گریبانگیر بچه‌هاشون، خانواده‌هاشون و کسای دیگه هم میتونه باشه و یه جامعه رو به طور کل از هم بپاشونه. برمیگردیم به سال 1382. یه روز آقایی میره به پدرش سر بزنه و هر چی در خونه رو در میزنه میبینه کسی در رو باز نمیکنه. نگران میشه، کلید یدک داشته و کلید یدک رو میندازه، در خونه رو باز میکنه و داخل میره. و همون لحظه با جسد 2 از برادرزاده هاش روبرو میشه که روی زمین افتادن. خیلی سراسیمه میشه و با پلیس تماس میگیره. پلیس ازش میپرسه به کی شک داری؟ این آقا چون که برادر خودشو میشناخته و میدونسته دچار مشکلات روانی هست، برادر خودشو به عنوان مظنون این حادثه تلخ معرفی میکنه و حدس میزده که زن برادرش هم میتونه تو این قضیه دخیل باشه. پلیس پیگیر این قضیه و این پرونده میشه، ولی طی 50 روز هیچ چیزی پیدا نمیکنه. تنها چیزی که پیدا میکنه میرسه به اسم یه آقای به نام جعفر. جعفر کی بوده؟ جعفر دوست صمیمی اسماعیل. اسماعیل کی بوده؟ پدر بچه‌ها. حالا بعدها که در مورد این قضیه صحبت شد فهمیدیم که این خانواده اصلا در اصل عراقی بودن و از سالهای پیش اومده بودن ایران و ساکن بودن. پلیس به سراغ جعفر میره. جعفر وقتی پلیس رو میبینه دچار استرس میشه و تمام قضایا رو لو میده. از ریز و درشت هر اتفاقی که بین خودش و اسماعیل تا حالا افتاده بوده همه رو بازگو میکنه و اعتراف میکنه که چند وقت پیش ما داخل یه باغ 2 جسد هم رفتیم دفن کردیم. پلیس با جعفر به باغ میرن. وقتی که به باغ میرن شروع میکنن به کندن زمین و جسدا رو در میارن و جسدا چون که احتمالاً از تایم دفن کردنشون خیلی نگذشته بوده تقریبا سالم بودن. جسد 2 خانم آقا بوده. جسد آقا وقتی که دقت میکردی میدیدی که سر شکسته و روی گردنش پر از اثر چاقو هست، ولی خانم نه، هیچ اتفاقی برای جسمش نیفتاده بوده و احتمالاً خفگی باعث قتلش شده بوده. بعد از این قضیه یه گزارش از جمکران به دست پلیس میرسه. اسماعیل و خانومش از ترسشون وقتی که این اتفاق افتاده به جمکران فرار میکنن. حالا نمیدونم برای چی رفته بودن جمکران، احتمالاً رفته بودن دعا کنن که هیچ وقت گیر نیافتن. ولی چون که همونجوری که خدمتتون عرض کردم این خانواده خیلی خانواده عجیب و غریبی بودن، این زن شوهر اصلا نرمال نبودن، همسایه‌ها بهشون شک میکنن که اینا کی میتونن باشن، چقدر رفتار عجیب و غریبی دارن. این مسئله رو با پلیس در میون میذارن. پلیس وقتی که به سراغ اینا میره میبینه همین نفراتی هستن که دنبالشون بودن و تحت تعقیب بودن، اسماعیل و معصومه. اینا رو دستگیر میکنن. حالا میریم سر داستان این که چه اتفاقی افتاده. اون 2 بچه کشته شدن و اون جنازه ها مربوط به چه کسایی بوده که داخل باغ دفن شدن. یکی یکی باهاتون میریم جلو. بچه کوچیک این خانواده بیمار بوده و کمخونی داشته. مادر هر هفته این بچه رو برای مداوا دکتر میبرده. یک روز سوار یه تاکسی میشه که راننده اون تاکسی شخصی بوده به نام ابراهیم. این خانم از ابراهیم خوشش میاد و شروع میکنن با هم صحبت کردن. بسیار هم خانم اجتماعی بوده و این خانم قبلا به بچه کوچیکش یاد داده بوده که اگه دیدی من جایی دارم صحبت میکنم و دارم با یه آقای رابطه میگیرم، ارتباط میگیرم، تو دیگه به من نگو مامان، باید من عمه صدا کنی. و اون بچه هم قشنگ میدونسته و حواسش به این قضیه بوده. و در آخر ابراهیم و معصومه با هم دوست میشن و همون روز با هم شماره رد و بدل میکنن. و یک روز حتی ابراهیم داشته معصومه رو میرسونده خونه و سر کوچه داشتن از هم دیگه خداحافظی میکردن و همدیگر بغل کرده بودن که بچه بزرگ این خانواده این صحنه رو میبینه و میره به پدرش اطلاع میده که مامان من امروز با راننده تاکسی همدیگر بغل کرده بودن. بعد از این اتفاق اسماعیل ناراحت میشه از این قضیه. بابت چی؟ بابت اینکه جلوی بچه‌اش کم آورده بوده. ولی در اصل شوهر این خانم اسماعیل با این روابط هیچ مشکلی نداشته. حتی خودش هم لذت می‌برده که خانومش با مرد دیگه رابطه داشته باشه. حالا این مشکل روانی این آقا بوده.
برمیگردن به اینجا، ولی از یه جایی به بعد این رابطه برای ایشون کسل کننده بوده. چرا؟ چون که هیچ جای این ماجرا نبوده. خانومش با ابراهیم میرفتن، حالا هر کاری میکردن، ولی اسماعیل هیچ جای رابطه نبوده و دیگه لذتی نمیبرده، تکراری شده بوده. اسماعیل میاد به خانومش یه پیشنهادی میده، میگه من که از تو 20 سال بزرگترم، منم وارد این بازی کن. میگه چیکار کنم؟ میگه بیا منو به عنوان داییت به ابراهیم معرفی کن و من سعی میکنم باهاش صحبت کنم که اون با تو ازدواج کنه. خانومم به ابراهیم پیشنهاد میده، میگه من دایی میخواد تو رو ببینه و باهات صحبت کنه. اسماعیل اون آقا رو، ابراهیم رو میبینه و باهاش صحبت میکنه و بهش پیشنهاد میده شما که این همه با همدیگه رو دوست دارید، بیایم با هم ازدواج کنیم. خانواده ابراهیم راضی به ازدواج نمیشن و دوباره اسماعیل به عنوان دایی پادرمیونی میکنه و اون خانواده رو راضی میکنه و خانواده راضی به این قضیه میشن که اینها با هم ازدواج کنن. دوچار یه مشکلی میشن. روزی که اینا قرار بوده برن عقد کنن، خب اگه شناسنامه خانم میبردن اسم شوهر توش بوده، اسم بچه ها بوده، میان یه کپی شناسنامه رو که هیچ اسمی داخلش نبوده رو میبرن دفترخونه. رئیس دفترخونه قبول نمیکنه، میگه شما با یه کپی شناسنامه که نمیتونید ازدواج کنید. پس من بهتون پیشنهاد میدم فعلا بیاین یه صیغه محرمیت بین هم بخونید، اینجوری هم حالا تقریبا انگار زن شوهری. و اینها همین کارو انجام میدن و دوباره داشتن زندگیشون انجام میدادن. ابراهیم و اون خانم داخل خونه مادر ابراهیم زندگی میکردن و آقای اسماعیل هر از چندگاهی بهشون به عنوان دایی سر میزده، میرفته میومده و باز این داستان برایش کسل کننده میشه. میاد چیکار میکنه؟ به خواهر ابراهیم پیشنهاد میده که من یه دوستی دارم به نام محمد بسیار آدم خوبیه و عالیه برای ازدواج، تو بیا با محمد ازدواج کن. اون خانم میگه من باید با خانواده‌ام صحبت کنیم و دوباره اسماعیل با خانواده ابراهیم صحبت میکنه که دخترتون رو با دوست من آشنا کنید که با هم ازدواج کنند. اون خانواده باز قبول نمیکنن، میگن هنوز از ازدواج پسرمون خیلی نگذشته، اجازه بدید بگذره تا ما با هم بیشتر آشنا بشیم. و اینقدر اسماعیل به این قضیه پافشاری میکنه که اون خانواده باز قبول میکنن و این آقای محمد و این خانم با هم نامزد میشن. البته اینم خدمتتون عرض کنم که محمد بابت این قضیه یه پولی از اسماعیل گرفته بوده که رضایت بده و باهاش بیاد خواستگاری و این اتفاق بیفته. بعد از یه تایمی که میگذره دارم خدمتتون عرض میکنم خیلی عجیب و غریبه و من خودم هم وقتی این چیزا رو شنیدم واقعا برام خیلی سوال بود که چجوری میتونه یه آدم همچین کارایی بکنه، ولی این آدم مریض بوده دیگه. اسماعیل باز حوصله‌اش سر میره، زنگ میزنه به خواهر ابراهیم، میگه که بیا خونه ما، محمد منتظرته با هم صحبت کنید. این خانم هم قبول میکنه. وقتی که میره خونه میبینه که هیچ کس داخل خونه نیست و ابراهیم تنها هست و بچه ها هم به یه بهونه از خونه فرستاده بیرون. وقتی که اون خانم نشسته بوده، ابراهیم به بهونه اینکه بره داخل آشپزخونه و براش چای بیاره یه دستمال آغشته به مواد بیهوش کننده میاره و جلوی دهن این خانم میذاره و این خانم رو بیهوش میکنه. تو حالت بیهوشی به خانم تجاوز میکنه و بعدش این خانم رو خفه میکنه. قبل از اینکه بتونه جسد رو پنهان کنه بچه هاش در باز میکنن و میان داخل خونه و این آقا مجبور میشه که دوتای بچه خودش هم خفه کنه و اونجا بندازه. بعد این خانم رو بر میداره میبره داخل باغ، زنگ میزنه به کی؟ به جعفر. میگه جعفر بیا که میخوایم گنج پیدا کنیم، یه جای من پیدا کردم که اینجا گنجه، باید بیایم با هم اینجا رو بکنیم و بتونیم چیزی در بیاریم. به خانومش هم میگه همچین اتفاقی افتاده، من خواهر ابراهیم رو آوردم خونه، بهش تجاوز کردم و بعدش کشتمش. اون خانم از اونجایی که میدونسته ابراهیم وضع مالی خوبی نداره و عاشق اینه که پولدار بشه، به ابراهیم میگه که من یه جایی رو بلدم که اونجا داخلش گنجه، بیا با هم بریم این گنجه رو در بیاریم، داییم هم هست، دوستش هم هست. وقتی که اون خانم و ابراهیم داخل اون باغ میرن میبینن که دو تا آقا وایسادن و دارن یه جایی رو میکنن. ایشون هم با خوشحالی میره بالای گودال و شروع میکنه به نگاه کردن و فکر میکنه که الان قراره گنج بیاد بیرون. و همینجوری که داشته نگاه میکرده اسماعیل از پشت بهش حمله ور میشه و با چاقو چند ضربه به گردن ابراهیم میزنه و ابراهیم غرق خون روی زمین میافته و جعفر با همون کلنگ و بیلی که داشته جسد رو هل میدن و میندازن داخل اون گودال و همون لحظه خواهر اسماعیل هم منتقل میکنن و میندازن داخل اون گودال و روشون خاک میپاشن که دقیقاً بعد از اینکه جسدا رو اونجا مدفون کردن فرار کرده بودن به جمکران
که دوباره اونجا همسایه‌ها بهشون شک کرده بودن و به پلیس اطلاع داده بودن که دستگیر شده بودن. حالا برمیگردیم سر اعترافات و اتفاقایی که تو دادگاه افتاده بود. این آقای اسماعیل که پدر بچه‌ها بود، داخل دادگاه همش سعی می‌کرد که خودشو به دیوانگی بزنه، که بگی من از سر دیوانگی این کارا رو انجام میدم. خودشو کتک میزد، جیغ میزد، دعوا میکرد، گریه میکرد. ولی قبل از اینکه ایشون دادگاه بیاد، پزشکی قانونی تشخیص داده بود که ایشون با علم کافی و آگاهی کامل این اتفاقات رو رقم زده و هیچ ربطی به مریضی و بیماری ایشون نداشت و حتی زنش هم همین کارو میکرد. آخر متوجه شدن که ایشون هم کاملا در سلامت عقلانیه، ولی کن یه سری انحرافات ذهنی داشتن اینا. در آخر خانواده ابراهیم تقاضای قصاص کردن، هم برای ابراهیم و هم برای دخترشون، و برای مرگ اون دوتا بچه، قتل اون دوتا بچه که بچه‌های خودشون بودن، چون که پدر خودش بود قصاصی وجود نداشت و تصمیم گیرنده فقط خودشون بودن. و در آخر قاضی رأی به قصاص این زن و مرد داد و حکمشون اجرا شد. حالا برمیگردیم سر این که چجوری میتونه یه مرد و یک زن، واقعا عجیب و غریبه، یک مرد چجوری میتونه زن خودش رو بفروشه و از این کار لذت ببره. و یکی از دلایل بزرگی که همیشه این مرد نسبت به بچه‌هاش تنفر داشته و آخرش منجر به این شد که به راحتی اینا رو خفه کنه، این بود که همیشه فکر می‌کرد این بچه‌ها از خودش نیستن، بچه‌هایی هستن که از حاصل روابط دیگه‌ای که زنش داشته به دنیا اومدن. و انحرافات ذهنی که هر کسی داره میتونه که یک جامعه رو تحت شعاع قرار بده. و باز شما داستان شنیدید، ازتون میخوام که بازخوردتون رو به هم بگید که نظر شما در مورد این اتفاقات چیه، نظر شما در مورد این که واقعا آیا وجود داره خانواده‌ای که اینقدر سنگدل باشن که بچه‌هاشون رو بکشن، آدم‌ها رو بکشن؟ آیا واقعا امکان داره مردی وجود داشته باشه که حاضر باشه زنش با کسی دیگه ازدواج کنه، روابط نامشروع داشته باشه، و زنی وجود داره که حاضر باشه مردش این کارا رو بکنه با زن‌های دیگه؟ برای من که خیلی عجیب بود. ممنون از اینکه با ما بودید و این ویدیو رو هم نگاه کردید. دوست دارید ویدیوهای بعدی رو تو چه حوزه‌ای براتون بسازیم؟ جنایی باشه، پلیسی باشه؟ آیا اصلا براتون موضوعها رو تحلیل کنیم؟ به هم بگید، برام کامنت کنید که به بهتر بودنمون کمک کنید. ممنون از اینکه با ما بودید.